من تموم شد بگیم آقا خیلی کارش ساده است، میشینه اون گوشو میزنه بعد نه چیز خیلی سخته، داره همه رو از خودش در میاره. سلام آقا، موقعیت زلزله است تو معضل از نینگیمون 3-4 بار ماها حداقل تجربهش کردیم با این سنی که داریم. چند سالته؟ چند سال؟ نمیخوام بگم 27 9 گفتی که رنج گفتم دیگه. تو این سن و سالا بودیم که تجربهش کردیم. من شروع کنم؟ بله بفهم. خب اول سلام کن. سلام. من وقتی 8 سالم بود 9 سالم بود اولین باری که تجربه کردم زلزله رو نمیدونستم زلزله چیه. اون باورش نمیشه، تویی هم که داری میبینی باورت نمیشه، ولی نمیدونستم چیه. یعنی میگفت مثلا فلان چیز داره میاد، زلزله هست، سیل هست، فلانه بساره، من نمیدونم. خوابیده بودم رو تختم، یه پنجره بود دقیقاً بغل تختم، من 8 ساله، یه تلویزیون لامپی سمت چپمه، کنترلش خرابه، خودش صداش زیاد کم میشه. چه فیلمی همون همزمان داره پخش میشه اون تایم؟ خوابگاه دختران. برنامه قبلیش همون قناد اومده وله داره میره، همون طبق معمول با اون پیرنای اسپیدر کالسالی که میپوشه میرقصی. چی؟ سال گودمن از سریالش خم قناد از رون، یعنی به نظر من از رونه، چون پیرن هیچ کی اون پیرنا رو نمیپوشه تو. حالا بعد از اینکه اینجوری میشه یهویی، یعنی یه صدای صفر ولوم، من سرام میکنم اینور، میگه میگویند در این مکان جن وجود دارد. یه همچین صدایی من میشنوم، میپرم. یعنی همون لحظه که میپرم به امام علی، همون لحظه که میپرم که بیام، مثلا خیلی ترسیدم که بیام تو حال مثلا این اتفاق برام افتاده، یهو میبینم این پاسیو بغل خونمون کولر روشه، کولر آبی داره میلرزه، تون داره میلرزه، پرنده اینجوری دارن با هم دیگه پرواز میکنن، شروع میکنن میرن. من فکر میکنم همون جن است، یعنی اون عمویی که دستش تو خوابگاه دخترم میاد بیرون اومده. میام تو حال میبینم مامانم گرفته خوابیده، خواهرم عادت داشته پاشو تکون بده اینجوری به خاطر اینکه استرس داشته، یه موقع مد بودم اینجوری پاشو تکون میده. مامانم دست به دست هم ساعت ما به خدا قصه هم ساده ای نیست. اومدم تو حال، مامانمو نگاه میکنم، نه کولر میلرزه، کفترا میپرن، بی شرف یه چی بگو که بشینه. وایسا، یه بار همچین اتفاقی تو زندگی هر کدومون افتاده دیگه، واقعا افتاده. اومدم مامانمو ببینم، مثلا ببینم چیکار میخواد بکنه، همه انگار اون جن رو جن حمله کردن. آره تو ذهنم اینه. میام میگم، مامانمو نگاه میکنم، میگه که فلانی پاتو تکون نده. یعنی مواجهش با زلزله 6 ریشتر اینه که فلانی پاتو تکون نده. 5.5 ریشتر زلزله اومد دیگه، نمیدونستیم چیه که بلند شدم و دیدم کولر داره دوسترا اینجوری میچرخه فلان. فکر کنم هم تا اون لحظه فکر می‌کنم کار اون بابا دوگه که تو اون فیلم بود. این مواجهه منه با زلزله. اولیش این بوده واسه تو؟ آره. آمادگی داشتی باهاش؟ یعنی مثلا من خیلی زیاد آماده بودم، یعنی بهم گفتن که آقا زلزله میاد اینجا وایسا این کارو کن، اونطوری باش. یعنی اولین زلزله تو میدونستی؟ خب آره، ببین میدونستم چه خبر، داستان چه قراره، چی قراره بشه، ولی روک بخوام بهت بگم لرزید. من رو تخت اینطوری خوابیده بودم، قشنگ اینطوری رو تخت، زمانی که لرزید اینطوری گوشیم دستم بود. اولین کاری که انجام دادم گوشیمو پرت کردم. تو 8 سالگی گوشی داشتی؟ آره. اولین کاری که انجام دادم گوشیمو اینطوری پرت کردم. بعد هیچی، ترسیم تو نگاه میکردم که چی داره میشه. فهمیدم که اصلا هیچ گونه آمادگی اصلا نیاز نیست، اصلا نمیدونی بعد چیکار کنی، کپ میکنی. پنت هاوس بودین اول؟ خب چرا نترسیدی مثلا داره میلرزه همینجا؟ نمیدونستم چی داره میشه، گوشیمو پرت کردم. این به جای اینکه برم لای چارچوب در وایسم، اولین اتفاقی که رقم خورد گوشیمو اینطوری پرت کردم، انگار که گوشیه مثلا اتفاقی رو داره رقم میزنه. این اولیش بود. این آخریه که اومد چی؟ با مزه ترین زلزله‌ای که من تجربه کردم برمیگرده به همین اواخر هوا آلوده بود، یعنی نشون به اون نشونی که هوا خیلی آلوده بود. ما اوایل بود که PS4 خریده بودیم، PS4 حال بده باحال، بازی ریخت پرو، یه بازی ریخته بودیم به نام اساسینز کرید اوریجین. تو مصر بود. آقا ما نشسته بودیم از این هدستا کرده بودیم تو دستش، گوش می‌کردیم، بازی می‌کردیم، لذت می‌بردیم. یه رفتم رسیدم به اهرام مصر، تلویزیون نشستم کف زمین، ساعت مثلا فکر کنم 12:01 شب بود. دیدی زلزله اون موقع میان غافلگیر شی معمولا، خدا هماهنگه. زلزله که من گفتم زور اومد، ولی من اکثرش اون موقع میاد که قطعا کشته بگیره.
خدا میاد که بزنه کیلش بالا باشه. نشسته بودیم بازی میکردیم خیلی سفت و محکم. رفتیم جلو اهرام مصر رو رفتیم جلو، دسته میلرزید، خاک میریخت، خیلی باحال بود. صدا تو گوشم استادیوم میشد. آقا یه جایی به بعد شروع کردم خودم اینطوری لرزیدن. بابا چی ساختم بی پدر و مادر، مگه میشه این حجم از واقعیت؟ خودم میلرزیدم، دسته میلرزید، شن میریخت. میرفتم جلو، در اتاق همونجا یه لحظه باز شد. بابام با یه دونه تبلت خودش دستش دوید بیرون، در خروجی رو وا کرد. ساعت 12:30 شب، یعنی من اینطوری دید که دارم بازی میکنم، بودو از کنارم رد شد، در وا کرد بدون هیچ توجه. هیچی. یه تبلتش هم دست خیلی مهم بود، تبلت دستش بود. رفت تا وسط طبقه پنجم، تا وسطای طبقه چهارم رفت، زلزله قطع شده بود دیگه، هیچی نمیلرزید. برگشت اومد گفت احمق زلزله باشه بری. بعد مامانم واسه که مامان زلزله اگه زلزله است که داری میری ببر ما رو. خب این الان همین چیزی که داری تعریف میکنی که خاطره‌ای که از عجیب‌تر بود از اون چیزی که من دارم میگم. خیلی میگم عجیبه، یعنی میخوام بگم آدما از خود بی خود میشن، پدر پسرش رو فراموش میکنه. حالا من یه دیگه بگم تقریبا واسه حسن ختام. آقا من دیدم تو این کلیپ ها مستندا فلان اینا، مثلا از همون بچگی نینگیمون که این دوست نداره بهمون میگن برید زیر میز محکم و چارچوب در و مثلا فلان و این جای محکم برید، نرید بیرون مثلا تو خیابون. من هر چیزی که دیدم مثلا کشته داده زخمی شده یا روی همین کارهایی بودی که این کردن، یعنی رفته زیر میز اون پرت شده ساختمون روی این خراب شده، اینم تا طرف تو زمین بنده خدا مرد. این چارچوب وای میسه دقیقاً چارچوب افتاده تو سرش. آره آهنه مرده. توصیه های زیادی شده، بکنم توصیه‌اش ایرانیزه نیست ولی چارچوبای خارج قوی ترن. سیل چی اینم ربطی نداره به موضوع، ولی مثلا یه رو درخت و میگه درخت های محکم رو بگیرید، حتی درخت های خارج هم فرق داره. درخت قوی تره، درخت رو برد، درخت کهنسال 200 ساله رو برد که میبره، درخت رو میگیره صفر. خب چه غلطی کنیم پس آخر؟ هیچ کاری خاصی نمیشه کرد، فقط باید منتظر باشی که ببینی چی میشه. نمیری. اینم من گفتی حسن ختام، من عذرخواهی میکنم که کلام شما رو دارم یه موقعی روش انقرت ایجاد میکنم، خیلی عذر میخوام. یه زلزله اومد آقا من تو همون بودم، خیلی حالم بد بود، یعنی لرزید، گفتم خدایا عزت شرف ما رو حفظ کن. امروز نه، خواهش ازت میکنم، یعنی خیلی حس و حاله ولی حوله هست، حوله آفرین، زلزله شد لرزید. اینه نیستی که حولتو بذاری پشت در؟ نه ولی موقع فرار با حوله داشتم میرفتم، گفتم چه جوری؟ عزت شرف ما رو حفظ کن. خیلی اوضاع خیته، کمکم کن. الحمدلله خدا رو شکر خوب یعنی نشد، نتونست اون تلفاتی که می‌خواست رو بگیره از زمان اون شب و اون شب هم سپری شد. اون بر فوتباله، ما زودتر بریم. درود فوتبال خیلی مهمه، خیلی خوش گذشت، وقت تمامه، خوبه، خدا حافظ. Bam